دکتر یه ضرب المثل قدیمی چینی میگه که برنج سرد رو میشه خورد، چای سرد رو میشه نوشید، ولی نگاه سرد رو نمیشه تحمل کرد. یه چینی بنزنم تو محل ما بود میگفت هر ماشین اسقاطی رو میشه روشن کرد، اما آدمی رو که نخواه روشن شه نمیشه روشن کرد. روشن شد یا بفرستم به چین با طب سوزنی روشنت کنم؟ نه آقای دکتر بدون طب سوزنی روشن شد، برم سر سوالات استراتژیک چی شد؟ و پاسخهای استراتژیک. آفرین، خوب فرمون گرفتی ها، از بیخ گوشت گذشت. آقای دکتر 16 سال هرچی موشک و انفجار رو کنار جاده زدیم زیر سیبیلی رد کردن، اما الان میگن ترقان تو منطقه در بشه یقه نظام رو میگیرن، چه برسه موشک و کشتی زدن و اینجور کارهای نظام. در جا هم جواب میدن ناکسا. آقای دکتر پس این وعده‌هایی که قبل از انتخابات گذاشته میشد چی شد؟ انتخابات تموم شد ولی گشایشی نشد. مشنگ اونیه که وضع نظام امروز رو ببینه بعد پای وعده وعیدهای قبلیش بخواد وایسته. مشنگتر اونیه که وعده وعیدهای قبلی رو به خودش بگیره. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که شوتر رو برده بودن تماشای باله، حوصله‌اش سر رفت گرفت خوابید. بعد که تموم شد بهش گفتن چطور بود؟ گفت خیلی آدمای خوبی بودن، فهمیدم من خوابم همشون رکبارا میرفتن. تو تا کی پیغام و پسغام بی‌حاصل؟ یه بار صف بگیم غلط کردیم سرمون بندازیم پایین روزانو بریم مذاکره، یا اگرم نمیخوام خب دیگه هی نگیم، اگه همینطوری بمونه مذاکره نمیکنیم، همین که نکنیم خب میفهمن دیگه. تو دکترین زمستون سرد و پتوی کوتاه که تو کلاس استراتژی درسشو مفصل دادن یادته؟ بله آقای دکتر تو امتحانم اومد با رسم شکل، تو زمستون سرد پتو که کوتاه باشه میکشی رو سرت پات یخ میکنه، میکشی رو پات کلت یخ میزنه، مجبوری مچاله بشی تا بشی سایز پتو. آها اینجا اگه بگیم غلط کردیم 4 تا پشمی که به عمامه عضو مونده همه میریزه. اگه هارت و پورت کنیم همین بلایی سرمون میاد که این روزا داره میاد اسمشو نمیارم ولی خیلی میسوزونه. ولی بالاخره وقتی میدونیم هارت و پورتمون به کشف نمیخورن چرا میگیم شرایط ما رو قبول نکنین، حرف نمیزنیم ها؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که پیرزنه پیرمرده با هم حرف نمیزدن، صحبت نمیکردن، هم دیگه رو صدا نمیکردن. از زنه پرسیدن از کجا میفهمی آقاتون باهات کار داره؟ گفت سوت میزنه. گفتن خب تو اگه کار داشته باشی چه کار میکنی؟ گفت هیچی. برمیگردم بهش میگم حاجی تو بودی سوت زدی. ولی نظام یه طوری شرط و شروط میذاره و میگه اگه اجرا نکنیم مذاکره نمیکنیم که آدم شک میکنه نکنه دست و بالا داریم و کسی بهمون نمیگه. نه خیر، از این شکای کشککی نمیخواد بکنی. تاقچه بالا گذاشتن دوزاری واسه افه جلو 4 تا پاسدار بسیجی وارفته است. غیر از اینا بقیه میدونن که چیزی که از مذاکره بخوام بندازن جلومون با اون چیزی که ما میخوایم فرقش زمینه تا آسمون. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه بچهش گم شد رفت آگاهی، ماموره گفت نشونیاشو بده. مشنگه گفت نشونی یعنی چی؟ ماموره گفت مثلا بگو پسرم هیکل درست، باهوش، خوش صحبت، درس خون اینا بود. مشنگه گفت خوبه همین رو برام پیداش کنین، پسرم اگه پیداش کردین باشه واسه خودتون. ولی ظریف گفته اگه آژانس قطعنامه بده محکم جواب میدی. یه تشر که بهش بیان دوباره کمرش درد میگیره بستری میشه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن سگه قند مشنگه رو برداشت خورد، مشنگه با داد بیداد رفت سراغ سگه، ولی همچین که سگه برگشت پاچش رو گرفت مشنگه گفت عزیز جان نوش جان من که حرفی ندارم، به خاطر خودت میگم واسه دندونات خوب نیست. ولی چاره نظام مگه تو همین نیست که هر جا کی بیفته یه فیلی هوا کنه؟ چاره تو همین بود ولی الان خود فیل هوا کردنم گیر میندازتش. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن مشنگه صبح تا شب تو قهوه خونه چای خورد، آخر شب دیگه قهوه چی برگشت گفت تو خسته نشدی اینقدر چای خوردی؟ مشنگه گفت راست میگی خیلی خسته شدم، پس یه چایی بیار بخورم خستگیم در بره. خلاصه الان دیگه عضما داره میفته به اون جایی که استراتژیش این بشه که آب که از سر گذشت چه یه وجب چه 100 وجب.
ولی آیه دکتر یه نظر دیگه هم تو پهنه استراتژی هست، بشنویم از علی ربیعی سخنگوی دولت. اجازه بدید من بگم این استراتژی آب که از سر گذشت، چه یک وجب چه 10 وجب، استراتژی غلطی هست. تو اسم این وزوزو گذاشتی یه نظر دیگه؟ آقای دکتر سخنگوی دولت برگ چغندر که نیست. 205,000 رحمت به برگ چغندر. مرحوم ببین همیشه میفهمودم بزن با عرض میکردم بله میفهمودم مشنگرم امتحان خوانندگی، استاده که صداشو شنید گفت شما خوانندگی که هیچ، سعی کن صحبت هم زیاد نکنی، پیش خودت هم با خودت نجوا هم نکن. این مشنگم سخنگویی پیشکش زیپ درش باید بکشه اصلا حرف نزنه. آقای دکتر فرمایشتون درسته ولی اینطوری نگین، دلش میشکنه. قبل برنامه خودش بهم گفت از نگاه سعد آقای دکتر میترسم که بشکنم. من این پاندای کنگفوکا رو با نگاه سرد نمیشکنم، با تبر نادرشاه دنبالشم تا خورد خاکشیرش کنم. ناکسو. آقای دکتر 30 ثانیه آخر جمع‌بندی. جمع‌بندی. عظما میخواست با هارتوپورت بگه به ترسی این تحریم میتریم، ولی متاسفانه تحویل نگرفتن زدن تو پوزش. بعد جوری زدن نامردو. حالا عظما کوتاه بیاد کرکوپر میریزه، نیاد فک بیاد پایین، نه راه پس نه راه پیش. آقای دکتر شما کرکوپر مقام عظما رو تو همین زمان و همین مکان مشخص ریختید. قربون برم تو به من میگی جمع‌بندی بده تو 30 ثانیه آخر. خب باید بگم نظامی هستی که بگه مقام عظما رو